برای داشتن بدن سالم چه کنیم؟ اگر آداب غذا خوردن و نوشیدن را یاد بگیریم بیماری پدید نمی آید. مهمترین اصل برای انسانها آموزش و آگاهی سبک زندگی است. 1. نسبت به مزاج خود غذاها را انتخاب کنید. 2. غذای حلال بخوریم. 3. لقمه‌های کوچک و کاملا بجویم. 4. آب بین غذا نخوریم. 5. غذای سرد و آب سرد نخوریم. 6. اول و آخر غذا اندکی بسیار کم نمک بخوریم. 7. آرام آرام غذا بخوریم. 8. وعده غذایی را محدود کنیم. 9. تنوع سر سفره نداشته باشیم. 10. تا گرسنه نشدیم غذا نخوریم. 11. تا سیر نشدیم دست از غذا برداریم. 12. شبها زود بخوابیم. یک جامعه سلامت آدمهای سالم می‌خواهد. درود بر شما.